به نام خدا حیدربکی هستم، دبیرستان سرای دانش واحد سعادت آباد. مبحث امروزمون جمله اسمیه و فعلیه هستش. جمله دو دسته میشه توی عربی، اسمیه و فعلیه، که فعلیه هم خودش دو دسته میشه، لازم و متعدی. ارکان اصلی جمله اسمیه مبتدا و خبر هست. یه نکته خیلی مهمی و اینجا باید بگم، منظور از ارکان اصلی نقش‌های اصلی دستور زبانیه که اینو نحوی‌ها بیان کردن. البته از لحاظ ترجمه جمله به اجزای دیگه حتما نیاز داره، منتها از لحاظ صرف و نحوی مبتدا و خبر ارکان اصلی جمله هستن برای جمله اسمیه. مبتدا که تکلیفش مشخصه، همیشه یه اسم، البته ضمیرم جانشین اسم دیگه میتونه مبتدا باشه. منتها خبر سه نوعه، یا مفرده، یا فعل، یا شبه جمله است. مفرد منظور اسم بودنه، نه اینکه فقط مفرد باشه، میتونه جمع هم باشه، مثل المعلم و عادلون. مبتدا و خبرم که همیشه مرفوع هستن، حالا این علامت رفعشون میتونه ظاهری باشه، تقدیری باشه، محلی باشه. خبری که فعل باشه اعراب محلی داره، چون فعل جمله کلا اعرابش محلیه دیگه. مثلا علیون ذهبه میشه محلا مرفوع، خبر از نوع فعل هست. شبه جمله یعنی که مفرد نباشه، فعل هم نباشه، خارج از اینها باشه، که معمولا یا ظرف یا جار و مجروره. التلمیذ و فالصف، التلمیذ که مبتدا، فالصف میشه خبر. اعراب شبه جمله هم مثل اعراب جمله محلی است، شبه جمله میشه محلا مرفوع. توی ترجمه جمله اسمیه یه نکته خیلی خیلی مهم وجود داره. ما عملا فعل اصل توی زبان عربی وجود خارجی همچین فعلی نداره، از دل جمله اسمیه معمولا بیرون کشیده میشه. مثلا این جمله رو نگاه بکنید، التلمیذ و سائی. خب تلمیذ که به معنی دانش آموزه، سائی هم که به معنی تلاشگره، پس چرا این جمله رو این دانش آموز تلاشگر است ترجمه کردم؟ این است رو اسناد بین تلمیذ و سائی هست که توی جمله اسمیه، تو دل جمله اسمیه هست که توی ترجمه فارسی به وجود میاد. جمله فعلیه جمله‌ای که با فعل شروع میشه، جمله اسمیه با اسم شروع میشه، جمله فعلیه با فعل شروع میشه. دو دسته هستش، لازم و متعدی. لازم فقط فعل و فاعل داره، متعدی علاوه بر فعل و فاعل برای تکمیل معناش مفعول به هم وجود داره. مثلا یذهب الرجل، این جمله فعلیه لازم هستش چون فعل داره با فاعل. منتها اکل علیون تفاحا، علی سیب را خورد. اکل علیون این معناش ناقصه، تفاح که سیب باشه که مفعول به هستش برای اتمام معنا توی جمله حتما وجود داره. جمله فعلی هم مثل جمله اسمیه، علاوه بر فعل و فاعل حالا مفعول به، ارکان دیگه حتما توش وجود داره برای تکمیل معنا، منتها از لحاظ دستوری این ارکان اصلی هستش. حروف جر حروفی هستن مثل فی، الا، علا، من و قصلا هازا. این حروف به اسم بعدی خود اضافه میشن، یه ترکیب به وجود میارن به اسم جار و مجرور. مثلا فل مدرسه، فی که حرف جره، مدرسه نقشش میشه مجرور به حرف جر. ترکیب این دوتا رو میگن جار و مجرور. اسم بعد از حروف جر همیشه مجرور هستش. با تشکر از توجه شما.